نرم است، این طرف در میدان جنگ است. طرفشان جنگش کی میکنه؟ طالبه که کفن پوشیده آماده انتحاری میکنه، خود انفجار میده، او جنگ میپاله گرد. امکانات هم داره، طیاره هم داره، توپ هم داره، ای آی هم در دستش است، وزارت مخابرات هم، استخبارات هم، وزارت دفاع، وزارت داخله، ریاست امنیت، کلش در دستش. شما بی‌شرفا مقرر نمیفهمیدین؟ اصلا یاد ندارین این کار سیاسی یعنی چی؟ یاد ندارین کار استخباراتی یعنی چی؟ صبح تا شب شما رامزاده به خاطر که بتونین چند دانه بچه تاجیک، دختر تاجیک بازی بتین، خود یک رقم نماینده تاجیک معرفی بکنین، خود اینجا رهبر تاجیک در میدیا معرفی بکنین، جان یک فرمانده را دست ما گرفتین، با سرنوشت یک فرمانده بازی کردین. او رامزاده شما که ارتباط داشتین، همین دانه دشت بگوا، دشت نیمروز، دشت هلمند و پکتیا براتان گورستان میشه. هدف ما اوسته. اما او بچه که از گپ خبر داره، یک خانواده پشتون بیچاره که هسته، قربانی تفکر اوغان کرزی شده، اوغان غنی شده، حقانی، شبکه ننگهاری، شبکه ایبت الله، اون نیست هدف ما. هدف ما کسایی هستند که در خانه هایشان در سر سرخان برشان گفته بود که تاجیکستان ز چیزو، هزاره گورستان، ازبکستان. نه، حالا ما براتون میگیم برعکس. همو کسایی که تا کوه سلیمان، تا پشت کوه سلیمان این دفعه دوانده میشه، ایگا پا دروغ بود، مادر بم نبود، این دفعه پدر بم بامیه، او دفعه شما را کسی نزده بود، این دفعه مردم شما را میزنه. و این ویدیو و این اسناد، این جنایتایی که هسته، بخوای نخوای آخرین روزهای سنگر افغانوالی تان است، آخرین روزهای تفکر قبیله فاشیستی پشتونوالی تان است، آخرین سنگر شما اینمی طالب است، آخرین روزهایتان است که و آخرین میخوام در تابوت افغانوالی، در تابوت پشتونوالی خودتان کوبیده. و از دی بعدش هم وقتی که شما فاشیسمی رو شروع کردید، در 120 سال پشتونوالی کردی، افغانوالی کردی، حال اقوام دیگه بیدار شده. تشکری میکنیم از جناب جلال مهاب مارشال دوستم، از تمام برادرای ازبک ما که در کنار ما بودن، همدردی کردن، و همچنان برادرای هزاره ما که در این روز غم شریکی در کنار ما بودن. تشکری میکنیم از فردشان که در فضای مجازی واقعا صادقانه او کسایی الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. او کسایی که نمایشی فرمایشی، حتی ما بعد مانتون ویدیو رای میکنم، دینشو یک افغان بچه لایو گرفته بود، با ما طعنه میداد که دختر فلان منطقه گرفرندم است. از این بعد دیرام افشا میکنم، او دخترا تا بالا من خود چوب بودم، یا ما رو طعنه میتن، طعنه بی‌ناموسی. در مقابل از یا اگر دختر هزاره، دختر تاجیک، دختر میر درایواز و با ما مدیراتور به نام سیاستمدار یا پشت پرده ما شما را بد اخلاق، بی عزت چیزای معرفی میکنه که انگار که ما از خانواده بازار شنواری باشم، انگار که ما از ایرانمندایی باشم و بازار شنوار هستم، انگار که ما دختر به چینایی بتیم، انگار که به چینی ما دختر بتیم. بله. پس از تو باغ خراسان بهار کم داره، انار وحدتمون قندهار کم داره، انار وحدت با قندهار، دختره که قندهاری انار بیته، الله اکبر، الله اکبر. پس این گپ آخرم که بخوای نخوای مسئله که پنهانکاری بود، مسئله که محافظه کاری بود افشا میکنیم. هر دختر زنه که پابجی باز هستی، گیم باز هستی، گل باز هستی، عیاش هستی، من دیگه به خون شهدایم خیانت نمیکنم، من دیگه با مبارزین خیانت نمیکنم، من دیگه با مقاومتم، با هویتم، فرهنگم گور پدرت تو رو نابود کنم که دیگه دختر بیدار شوه، تو رو نابود کنم دیگه بچه بیدار شوه، تو رو نابود کنم که تاجیک ما بیدار شوه. تا بکی خیانت، تا بکی بی‌ناموسی که اوقا مرا طعنه بته. سپاس، خیلی ممنون. تشکر میکنم از مقامات خراسان و تشریف آوری تا مقامات نازنین خیر مقدم گفته و ناگفته نمونه. بچه اینمی جا مایی که فی الحال در دیار غربت به سر میبریم، صدای ما رساس، صدای ما را هیچ عدم من الناس خاموش ساخته نمیتونه و کسی که شهید میته اونا زیر اسارت هیچ وقت بردگی را قبول نمیکنن، نخواهم کرد. جنرال امان هزاره بچه آتای ما را خوش آمدید میگم، از خودت میشنم جنرال صاحب. خب بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خدمت دوستای عزیز همسنگرانی که در لایف تشریف دارین و همچنین ملت با عزت و سرافراز و مقاومتگرایی که شنونده هستین، در پایان احترامات بنده را بپذیرین. ما دوستای عزیز درباره از اینکه ما در جنگ هستیم فعلا زیاد صحبت کردیم.
ما دمی تقریبا بیشتر از 24 ساعت میشه که بعد از اینکه امی حادثه علمناک و دردناکی را که ما شنیدیم، متاسفانه که مارشال صاحب اسیب را فعلا در بین خود نداریم دیگه، روحشان شاد باشد و همسنگرانشان همچنین. ما درباره یک موضوع تحقیقات کردیم و انشالله امی گروپی که ما هستیم، امی فارسی نویس سرشار عزیز و همچنین مقاومت و خودت مونتانای بزرگوار، امی مبارزینی که فعلا در برابر از این دجالان تاریخ در رسانه ها استاد شدن و مبارزه میکنن، ما یک لیست بسیار کوتاه را آماده ساختیم و سر از این تحقیقات جریان داره با می دوستا و همکارایی که هستن. خداوند اینا را با عزت داشته باشد که در امی تیک تاک چند نفر از تیک تاک گرا هستن. فعلا ما به خاطر چون لیست تکمیل نشود و امی اسناد دقیق به وجود نبیاید ایرا بیان نمیکنیم. باز به مشوره کلگی انشالله باز بخیر سر از این لایف میگیریم. این موضوع ای هستند که یک تعداد عناصر خودفروخته و مزدور و دهنهای کرایی و به خاطر گل و گفتی که خود را فروختن و حتی شماره همین مقاومتگراها را برای از امونا دادن، سر از این مسئله کار جریان داره. انشالله الرحمن با اسناد با شهاید به مردم معرفی میشه. گپ دیگه ای هستن که ما پیش از اینکه سر از این مسئله گپ بزنیم این موضوع را افشا سازی بکنیم، خواهش ما از تمام مبارزین، از تمام کسانی که امروز در برابر گروه مزدور و جل در این رسانه ها مبارزه میکنن، هیچ گفتری را، هیچ کسی را، این ما شک نداریم که طالب تروریست امروز همه ایشان رجوع کردن به تیک تاک، از پلتفرم ایکس فرار کردن، کل از اینا آمدن در تیک تاک و سر همین فکر مردم کار میکنن، خرج میکنن پیسه و از طریق گل و گفت و از امینا اونا خودتان شاهد باشین که بسیار زیاد حمایت میکنن یا گفت میزنن به طرف، همو معرفی میشن، آشنایی پیدا میکنن و بعد از او شمارایی که از مقاومتگرا هستن یا از کسانی که هستن از اونا درخواست میکنن که همین راپور دقیقا ما همین رقم در او سرش کار کرده رئیسیم که انشالله هرچی زودتر راپور درست شوه و این را با مردم شریک میکنیم. ولی پیش از این راپور یک گپ بگم، شرایط بسیار اساس هستن خصوصا در تیک تاک. میبینین که خرشا، این نسل خردجال، این قاتلان پشت اکاونی یعنی اکاونی درست کردن، عکس دختر ماندن، نام دخترانه هستن و آمدن در تیک تاک سر فکر مردم بیشتر کار میکنن یا گفت میزنن یا کارهایی که اینا انجام میتن. تا کسی را که نشناختین به هیچ عنوان به هیچ کسی نه در شخصی جواب میتین، نه کدام شماره میتین، نه کدام فالو میکنین و نه هیچ معلوماتی را به هیچ عنوان حق ندارین کسی که طرفدار آزادی، طرفدار مقاومت هستن. اینی میقدر کوتاه فعلا کفایت میکنه که همین گپ ما به دوستا گفتم. دیگه سر از این برنامه بخیر کار میکنیم. یک جای با همین تیمی که هستن اونم اشخاص، خدا کنه هر کسی که باشد، شاید لیست چند نفری که در همین تیک تاک شاید خیلی ها اصلا تعجب کنه، باور نکنه، ولی به توسط از همین خود فروخته هایی که به خاطر گل و گفت شمارای همین مقاومتگرا و شمارای و آدرس های از اونا رو که گرفتن باز بخیر افشا میشه. تشکر دیگه. مونتانا ما یک چیز نشان میدم به دوستان. همین صفحه مرا کلان نمیشه بکنی؟ بله کلان بله. نمیشه. 180 کیلو وزن داشتی، در ملل متحد سخنرانی میکرد، نه؟ رئیس جمهور بود دیگه. این طالب صاحبا ای را چنان کشتن کردن مثل سگ و در دانش سیگرت هم داده بودن و این سگ که هر چقدر میچرخاندن بازم این سگ بود دیگه. این سگ ببینیم دوستا کومنتار آن که تاجیکا کلتان خنده کنین. یک تنه مبارزه کرد، یاراش، دوستاش، رفیقاش در کنارش استاد شد، در کنارش محکم از همه چیز دفاع کرد. اما من خبر دارم خیلی مسائله.
یک از چیزهایی که بسیار ضعف کلان در وطندارای تاجیک است او وطندارای تاجیک. خدا و راستی من براتون دروغ نمیگم، اگر ما بتونم، اگر ما برم در این جبهات سخنگویی از یاره بگیرم، از تک تک از بیناموسای بیشرفا من دانه دانه تاوان میگیرم. یک از قاتلین عمده اینمی اسیر قوای مرکز اینمی تیک تاکرای تاجیک است. او بچه های تیک تاکر تاجیک کلتان امروز عکسای اسیر قوای مرکز که در شخصی امرایش گپ میزدین نشر میکنین، صوتایش میکشین بیرون. امیر کی کار کرد؟ کدام بی وجدان همی کار میکنه؟ آیا تو در یک مقطع بسیار خوب و آرام هستی که تو همی کار میکنی؟ تو نمیفهمی که امروز دنیا دنیای تکنولوژی است. دنیا آنقدر تکنولوژی پیشرفته است که نگو طالب یک گروه تروریستی زمان جمهوریت نیست. طالب امروز یک دولت است. ایرا میفهمی او بچی تاجیک؟ عقل در کله تان است یا نه؟ امی شور کم در میکله شما هست یا نه؟ کلتان یک روز از اینمی چی شهادت کی نگذاشته اکیشت تو گپ تو نمیزدین مکالمه تون خلاص میشد، کلتان میامدین در میدیا نشر پخش میکردین که والا ما که سیبیان گپ زیم این نمبر شخصیش. امی کلش اینمی چی معنا داره؟ امی درایت سیاسی امیست، جنگ امیست. تو با کی جنگ میکنی؟ تو با طالب جنگ میکنی؟ طالبه که مثلا یک وقت یک گروه بود یا یک دولت است، یک دولت، میفهمی؟ ولو ما بر رسمیت نمیشناسم، تو بر رسمیت نمیشناسی، جهان بر رسمیت نمیشناسه. امروز حاکمیت کل افغانستان داره، استخبارات داره و این اسیر قوای مرکز کی به کشتن داد؟ خو اینمی بی‌شرفای بچهای تاجیک که صبح تا شام او بنده خدا ایواز فوکس روی جنگ میکرد، تمرکز روی جنگ، بر از او پیام بان، بر زنگ بزن، بر ساوند بان. والا فرمانده یک دقیقه میخوام تصویر کنم، او که تا تصویر میزد بنده خود طرق اسکرین شات میگرفت از او یا فیلم میگرفت میار در میدیا پخش میکرد و اینجا بر خود کردت میگرفت. تو بی شرف بی وجدان پس تیک تاکر تاجیک، تو بی ناموسایی که صبح تا شام اینجا شهرت نیک یکتان ندارین. شما رمزادای اینجا آمده بودین چیکار کردین در قصیل قوای مرکز؟ شما بی وجدانای بی ناموسایی که این مزی وطندارای تاجیک کلش تیک تاکر است، میفهمین لو داده نصیب قوای مرکز ها؟ شما حرامزاده ها کلتون حرامزاده هستین که یک فرمانده را بیخی از من از دشمنت تو یک فرمانده تا که بیادر مستقیم جنگ داره با طالب، بیادر تاشا می مصروف مردگوی و بیناموسی و بیعزتی خود میکنی. تو بی وجدان، شما بی وجدان ها دانه دانه تان حرامزاده هستین. هم دخترتان هم بچه تان گپ نمیزنین، اسکرین شات میگرفتین میامدین نشر میکنین والا ما امروی فرمانده صاحب گپ زدیم. و اینکه تو در میدیا صبح تا شام مصروف جنگ و فحاشی هستی، او فرمانده را بیادر هنوز برای خود یک سپر جور میکنی تا بتونی بر خود خوبیت ببخشی. بیننده در لای بالا بره یا عکس یا ویدیو که یک کم ویوز یاد بخوره، لایک و کامنت بگیره. شما بی وجدان ها نمیفهمین هم گپا؟ شما نمیفهمین که با کی در جنگ هستین؟ شما نمیفهمین که امروز طالب یک گروه تروریستی نیست تنها. امروز طالب ما بخوایم یا نخوایم طالب یک دولت است. تو با یک دولت جنگ میکنی، یک دولت که امروی روسیه هم یا قرارداد نظامی استراتژیک امضا کرده، امروی ایران همو کار، امروی پاکستان همو رقم، امروی ایران همو رقم. شما بی وجدان ها آمدین یک فرمانده ما رو مفت که در زیر دست طالب انداختین. خوش میشین حالا؟ کلتون خود عزادار گرفتین. شما بی وجدان های حرامزاده بودین که این فرمانده را به این حالت رساندین. شما کثیفای مردگا بودین به خاطر چند دانه لایک، به خاطر چند دانه فالوور، به خاطر چند دانه ویو، به خاطر چند دانه بیننده. شما بیناموسا دانه دانه‌تون حرامزادای تاجیک که اینجا در لایو به نام تیک تاکر تاجیک هستین، کردیت گرفتین به خاطر که خود بولد بکنین، عکسایتون لایک بگیره، فالوور بگیره. او منگل بیناموس، او منگل بی وجدان. شما لازی که فرمانده هستید گپ نمیزی، یک دقیقه بعدش تو نشر میکردی اینو من که فرمانده هستید گپ زدم. او بی وجدان میفهمی دنیای تکنیک است. امروز عکسی که 100 سال قبل بگیری که اونها مورد دم تیک تاک پارتی دم ای پارتی کل اسناد تا میکشه بیرون. از اسیب شما یک اپراتور وزارت مخابرات جور کرده بودین. شما نمیفهمیدین که با کی در جنگ هستین. خب اینا رو بگیرین، چند تایتون میتونین مثل اسیب قوای مرکز شوین، چند تایتون میتونین نستاد شوین گفته اگه اونجا روبرو. شما بی وجدانم کلت دارین یا نه؟ در بینتون می گپ باشه، می فحش و دشنام باشه، کل گیره بگوین یک داره منطق سیاسی تحلیل نظامی رو میفهمین یا نه؟
کارای پوگری میکنین، لچکی و لندغری میکنین، از گل اروپا گفته یگان گوز زده خو میرین، نیم روز میخسین لایو روشن میکنین به خاطر چند تا فالوور بگیرین، چند تا عکستان ویو بگیره، چند تا کامنت بگیره. عکس فرمانده رو می رقم استفاده کن، این فرمانده رو مد دست دادی، این حال بیشی عزاداری بکن. ما میگم شهید بیگون تو میگی این حال کی میتونه برازی یک جای فرمانده رو بگیره؟ کدامت میتونه یک دانه در نسل داری مثل حسیب شوه؟ بی وجدان. میفهمی نمی کار استخباراتی یعنی چی؟ تو فکر میکنی طالب مفت کرد آمده می رقم؟ طالب کار استخباراتی کرد. به اندازه ذره طالب شما بیشرفای در تیک تاک لاف میزنین، گپ میزنین، جف میزنین که الان ما این رقم هستیم، کلتان بی وجدانا این می رقم کار را کردین که این می رقم دانه دانه بچه جوان، بچه زدنی، بچه که از حداقل میشه برش یک امید کرد در میدان است، بر از اون امید مردم دور اونجا بود. شما بی وجدانا گرفتین این را کشتن دادین. خوش میشه این حاله؟ یک هفته بعد اینه ما براتون قول میتونم مرقم شما بیوجدانا که در حق اکمل امیر کردین. شما بچه های تاجه این کله دارین در بینتان؟ نه در میدیو فهمیده کسی دارین یا ندارین؟ تحلیلگر سیاسی خود ندارین کلتان این رقم. اما اصلا همین مسئله اجتماعی را میفهمین، مسئله جنگ میفهمین نمیفهمین. خدا و راستی از دیروز تا حاله امی چیزی که بچه تاجیک دیدیم کلش بیادر عکسای از این را بالا کرده باز یک ساوند انداخته که من امروی فلانی در رابطه بودیم و هر کدومش میسره که دیگه پوز میته گردن کلان میکنه که من که از این نزدیکتر بودم. او بی وجدان چی کنم تا لعنت به تو کثیف مردگو که در میدیا در اروپا نشستی منتظر اینم یک دانه لایک هستی، منتظر هستی که 2 نفر بود اما 3 نفر فالو بیننده شود، منتظر هستی که 45 تا کامنت اما 46 تا شود. به خاطر از همه چیز استفاده میکنیم. جبهه مقاومت در غینتان شما برابر کردین. اعتبار که جمعی مردم در روز اول داشته که شما به غینتان برای چی کار کرد؟ اینمی بی وجدانای بچهای تاجیک در میدیا خاص به خاطر لایک، خاص به خاطر فالوور، خاص به خاطر کامنت جمع کردن، خاص به خاطر گیفت جمع کردن این بی وجدانی کرد. او بی ناموسا میفهمین شما امروی کی بازی میکنین؟ امروی اون سرنوشت دختر تاجیک بازی میکنین، امروی سرنوشت اون بچه تاجیک بازی میکنین. شما بی وجدانای تاجیک یادم نمیره شما حرامزادای دینی میدیا کلتون تیک تاک از سر منگل حرامزاده شو تام پایین فارسی نمیذاریم کل پدر نالتایش. صبح تا شام اقوام دوزی نگاه مردم به همه مسائل منفی کردین. اونمو رقم دانه دادین رفتین پشت شخصی امرای حسیب گپ زدین اما قد نگفتین که این صحنه جنگی سی آدم باید در جنگ تمرکز بکنه، این آدم باید بره در اون مسئله جنگی. خب شما حرامزاده کردن چی گفتین؟ خو یک دفعه اشتباه، 2 دفعه اشتباه، دانه به دانه تان حرامیایی را بردین در واسط پیام بازی کردین. خو نمیفهمین که جایگاه کار استخباراتی چیست؟ او بچه های تاجیک هم اینجا بگوین شما در واسط واسین چند تایتان خبر دارن که فلانی چه رقم ارتباط داره، فامیلش در کجاست؟ اما درک میکنین یا نمیکنین مسئله را؟ ایج میفهمین در بینتون کدام آدم فهمیده است یا نه خدا و راستی؟ اما احمد مسعود چیز گو گوسفند و دیوانه و لندغر و لچک آورده اینجا استاد که سرنوشت مردم که از یا میخوای بازی بکنن. و احمد مسعود یک چند تا آدم بیار در کنارت، آدم که رمز بفهمه. من تامیان سیاست میکنم رمز میگم براتون. شما کلتون بی وجدانا راپور از زیر دادین، موقعیتش اینی رقم کار کردین. اگر ایش طالب از کجا میفهمید؟ هر کدام اینمی رمزهای تیک تاکر تاجیک دیدیم با قرآن نمی 2 روز کامله که میبینیم در لایوهایشان کلیپایشان سیل میکنم خدا و راستی کلشان